بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث شریفی از کتاب جامع الاخبار صفحه 139 و الجرائد السبعه صفحه 39. حدیثی است که می‌فرماید من کلمات النبی صلی الله علیه و آله و سلم سیأتی زمان علی امتی یفر الناس من العلماء کما یفر الغنم من الذئب اذا کان كذلك ابتلاهم الله بثلاثة بلاء. الاول يرفع البركة عن اموالهم والثاني سلطه الله عليهم سلطانا جابرا والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان. یکی از کلمات گوهربار حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید سیأتی زمان علی امتی، به زودی زمانی بر امت من میاد که یفر الناس عن العلماء، مردم از علما فراریم، کما یفر الغنم عن الذئب، همانند فرار کردن گوسفند از گرگ. اذا کان كذلك، وقتی هنگامی که این اتفاق افتاد، ابتلاهم الله بثلاثة بلا، خداوند مردم را به 3 بلا گرفتار میکنه. الاول یرفع البرکة عن اموالهم، خداوند برکت رو از اموالشون برمیداره. و ثانی، دوم، سلط الله علیهم، مسلط میکند بر آنها سلطانا جابرا، پادشاه ستمگر. و ثالث، سوم، یخرجون من الدنیا بلا ایمان، و این مردمان میمیرن در حالی که ایمان به خداوند ندارند. اللهم عجل ولیک الفرج.